سلام دوستان، وقت همگی بخیر. امیدوارم که خوب و خوش باشید و آماده باشید برای یک مدل دیگه. این مدل برای شال هست، خیلی مناسب شال هست، خیلی زیبا هست. این رج دوم هست که من بافتم، کامل شدهش رو حتما خواهید دید. با هم دیگه وقتی میبافیم شروع میکنیم با 30 تا زنجیره. کار ما باید مضربی از 10 باشه. من 30 تا زنجیره بافتم برای اینکه به شما نشون بدم. ببینید 30 تا زنجیره رو که بافتیم، یک زنجیره هم ببینید بعد از اینکه 30 تا زنجیره رو بافتیم یه زنجیره هم اضافه می بافیم. 1 2 توی زنجیره سوم یه پایه بلند می بافم. تمام رج رو، تمام زنجیره هام رو پایه بلند می بافم. خب من پایه کوتاهام رو، پایه بلندام رو بافتم. امیدوارم شما هم بافته باشید، چون همینطور که بهتون قبلا هم گفتم اگه همراه من ببافید خیلی راحت تر یاد میگیرید. خب برای شروع رج بعد من میام 2 تا زنجیره به عنوان یک پایه که میزنم و یک زنجیره هم برای فاصله. پس برای شروع رج 2 تا زنجیره و یه دونه زنجیره هم برای فاصله. خب میام کارم رو برمیگردونم. اینجا ببینید این فاصله‌ای که الان بهتون گفتم میزنیم خیلی مهم هست، چون اینجا وقتی که این رج اول رو بافتیم باید رو تمام این زنجیره ها پایه متوسط ببافیم و این یه دونه زنجیره‌ای که من الان بافتم که بهتون گفتم اینجا که الان بافتم، این باید روش پر بشه. هم این 2 تا زنجیره باید یک پایه متوسط روش بخوره، هم این زنجیره وسط، چون ما تمام زنجیره هامون رو باید روشون پایه متوسط پر کنیم. خب پس این نکته خیلی مهم بود که باید بهتون میگفتم. حالا یک پایه من رها میکنم، میرم سراغ پایه بعدی. یک پایه بلند میبافم. ببینید یک پایه بلند. حالا یک زنجیره، دوباره یک پایه جا میذارم، میرم تو پایه بعدی، یک پایه دوبل میبافم، یعنی 2 بار نخم رو روی قلاب میذارم. من قبلا تمام این بافت ها رو توی ویدیوهای اولیه کانالم آموزش دادم، میتونید برید و ببینید. خب این هم یک پایه دوبل. دوباره یک زنجیره، میام یک پایه دوباره رها میکنم، میام پایه بعدیش 2 3، این بار 3 بار نخ میندازم رو قلابم. یک پایه 3 مرحله‌ای یا سوبل، یعنی میبخشید 4 مرحله‌ای در واقع. 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله. اینم خب پس پایه بلند، یک پایه دوبل و یک پایه سوبل که همون پایه 4 مرحله‌ای هست. دوباره یک زنجیره، 1 2 3 4، این بار 4 بار نخم رو قلاب میذارم، باز یه پایه جا میذارم اینجا، یک پایه 5 مرحله‌ای، 1 2 3 4 و 5. اینجا پایه 5 مرحله‌ای بافتیم. حالا یک زنجیره دیگه دوباره باز پایه 5 مرحله‌ایمون که یعنی 4 بار میندازم رو قلاب رو تکرار میکنم. باز یه پایه رها میکنم، تو پایه بعدی میام پایه 5 مرحله‌ای میبافم به این صورت. خب ببینید کار ما به این شکل در اومده. حالا کارمون رو باید عکس کنیم. پس میام یک زنجیره میزنم، یک پایه سوبل،
یا پایه 4 مرحله. یک پایه رها میکنم، میام پایه بعدیش، پایه 4 مرحله. قبلیامون 2 تا پایه 5 مرحله‌ای بود و قبلیش 4 مرحله‌ای یا سوبل. حالا دوباره میام از پایه سوبل شروع میکنم که کارمون رو عکس کنم. دوباره یه زنجیره، حالا این دفعه یه پایه دوبل، یه پایه جا میذارم، یه پایه دوبل میزنم، دوباره یه زنجیره، یک پایه جا میذارم، یه پایه معمولی میبافم، یک پایه بلند معمولی. ببینید کار ما به این صورت هست. حالا میام یک زنجیره میزنم، یک پایه جا میذارم، یکی رو قلاب میندازم، یه نخ، میام یک پایه متوسط یا همون نیم پایه میزنم. حالا اینجا ما این 3 تا پایه کنار هم رو پایه متوسط میزنیم بدون اینکه زنجیره بندازیم یا فاصله بذاریم. اینم پایه متوسط که تا 3 تا حلقه رو با هم دیگه یکی میکنه. این 2 تا پایه متوسط، این هم 3 تا پایه متوسط. حالا یک زنجیره، میام یک پایه جا میذارم، میام اینجا یه پایه بلند، باز یه زنجیره، حالا یه پایه دوبل، یکی جا میذارم، یک زنجیره، یک پایه سوبل، یه پایه ستایی 4 مرحله‌ای. ببینید به این صورت. حالا 1 2 3 4 یک پایه 5 مرحله‌ای، باز یکی جا میذارم، میام توی پایه آخری یک پایه 5 مرحله‌ای میبافم. ببینید کار ما به این صورت شده. ببینید دوستان، حتما در نظر داشته باشید که ما اینجا این قسمتمون یک طرح کامل هست که از اینجا یک پایه بلند شروع کردیم، اومدیم به پایه 5 مرحله‌ای رسیدیم، دوباره از این کارمون رو عکس کردیم. ولی تکیه آخر کارتون حتما باید نصفه باشه. اگه نصفه نبود بدونید یه جایی اشتباه کردید. خب حالا من کارم رو با 2 تا زنجیره برمیگردونم. این 2 تا زنجیره قبلا هم من بارها بهتون گفتم که این 2 تا زنجیره به عنوان یک پایه متوسط هست. خب حالا اینجا هم فاصله بینشون که یک زنجیره داشتیم، فاصله بین، هم فاصله بین هم روی خود پایه ها رو تمامشون رو باید پایه متوسط یا همون نیم پایه بزنیم و حتما باید بشماریم که 30 تا باشه. حالا من اینجا چون 30 تا زنجیره زدم، شما هر تعداد زنجیره که میخواستید بزنید یا زدید، 40 زنجیره، 50 60 70 یا هر زنجیره که تعدادی که زدید. خب حالا میام اینجا وسط کار، وسط یعنی فاصله ها رو این پایه میزنم و همینطور روی پایه ها رو این پایه میزنم به این صورت. ببینید به این شکل. من اینجا تا آخر این رج رو ادامه میدم که پایه متوسط میزنم. پس گفتم هم فاصله بین که گذاشتیم با یک زنجیره، هم روی پایه ها رو تماما پایه متوسط پر میکنیم و رج بعد رو هم به همین شکل باز هم دو تا یعنی 2 ردیف پایه متوسط باید داشته باشیم. من ردیف بعدش رو هم میبافم، برمیگردم. خب ببینید دوستان، این نکته که من اول کار بهتون گفتم، ببینید این 3 تا زنجیره‌ای که من اول کار بافته بودم، پس هم این دونه زنجیره رو باید که به عنوان فاصله هست، هم روی این رو باید من پای کوتاه ببافم، هم روی این 2 تا زنجیره رو. خب ببینید این یه دونه زنجیره فاصله که من روش یه پایه متوسط بافتم و این هم 2 تا زنجیره که باز روشون پایه متوسط بافتم. حالا میرم رج بعد رو هم میبافم.
خب دوستان، رسیدیم به این قسمتی که باید دوباره مدل بزنیم. من 3 تا زنجیره باز شروع میکنم کارم رو با 3 زنجیره. بعد میام عین اول کار که بافتیم 3 تا زنجیره که دوتاش برای به عنوان یک پایه است، یکی به عنوان فاصله هست. یک پایه بلند، یک پایه دوبل، یک پایه سوبل و 2 تا پایه 5 مرحله‌ای. به این صورت میبافم. یه دونه جا میذارم اینجا، یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره، دوباره یه دونه دیگه جا میندازم، یک پایه دوبل میبافم، یک زنجیره. حالا 3 بار نخم رو سر میندازم، یک پایه 4 مرحله ای، یک زنجیره و 4 بار نخم رو سر میندازم. میام اینجا که باید حتما روبروی این 3 تا پایه متوسطی که رج اول بافتیم قرار بگیره. این پایه 5 مرحله ایمون. نختون هرچی ظریفتر باشه کارتون قشنگتر در میاد. با نخ ضخیم کارتون بد شکل میشه. ببینید یکی جا میذارم اینجا، یه پایه 5 مرحله‌ای دیگه میبافم. خب حالا کارمون رو قرینش رو میبافیم. یک زنجیره، 3 بار من سر میندازم نخ رو به این صورت، یک زنجیره. حالا 2 بار یه پایه جا میذارم، یک زنجیره، دوباره یکی جا میذارم و یک پایه بلند میبافم. ببینید به این صورت. حالا میام دوباره یک زنجیره، یکی جا میذارم اینجا، 3 تا پایه متوسطی که رج اولم داشتیم کنار هم بدون اینکه فاصله بندازیم یا یه زنجیره بینشون بزنیم. به این صورت باید حتما روبروی این پایه هایی که 5 مرحله‌ای بودن قرار بگیره، این 3 تایی که میبافیم. حالا یه زنجیره، دوباره یه پایه جا میذارم به این صورت، یک پایه بلند میزنم، یک زنجیره، 2 بار نخم رو سر میندازم، یه پایه دوبل و یک پایه باید جا بذارم، یک زنجیره دیگه، 3 بار نخم رو سر میندازم به این صورت و یک زنجیره دیگه. حالا 4 بار نخم رو سر میندازم و یه پایه هم جا میذارم به این صورت. ببینید دوستان کارمون خیلی کار ساده ای هست و خیلی زیباست. ببینید به این شکل. حالا به همین صورت دوباره باید 2 رج پایه متوسط ببافیم. حتما حواستون باشه این قوسا رعایت بشه و این پایه کوتاهایی که 3 تا کنار هم داریم حتما حواستون باشه که این پایه های 5 مرحله ایمون باید دقیقا روبروی اینها باشه. با رعایت این نکات کار تمیزتر و زیباتری خواهید داشت.
خب من برای شروع رج بعد، برای اینکه پایه متوسط ببافم، 2 تا زنجیره، همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، هم بین پایه هامون که فاصله 1 زنجیره ای داشتیم، هم روی پایه ها تماما باید پایه متوسط ببافیم. خب دوستان، من این یک رج بالای کار رو هم بافتم که شما مدل رو ببینید. کار ما به همین صورت تا آخر تکرار میشه، یعنی باید 2 رج شام و پایه متوسط ببافید، باز کارتون رو شروع کنید از اول. امیدوارم که یاد گرفته باشید. اگه سوالی داشتید من در خدمتتون هستم، کامنت بذارید، من حتما پاسخ میدم. ممنونم که وقت گذاشتید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.